بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أصل آید علم روح علم غیب است. الله تعالی میگوید که یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. مردم تو را آمده از روح میپرسند. اصلا یهود و مردم مشرکای عرب سوال آماده میکردند. مشرکا که سواد نداشتند، علم نداشتند، نمیتونستند یگان سوال مشکل، سوال عاجز کننده به پیامبر صلی الله علیه وسلم دهند. بنابراین با آنها یهود سوال آماده کرده میداد. این سوال را پرسید، آن سوال را پرسید، سوالهای دشوار. بنابراین وقتی که آیه روح آمده پرسیدن، الله تعالی گفت که یسألونک عن الروح، مردم آمده تو را از روح میپرسند. بگو قل الروح من امر ربی، روح این امر پروردگار من است، یعنی از امور غیب است. و ما اوتیت من العلم الا قلیل، این علمی که در دنیا هست در تمام ساحه ها، اگر همه این علم ها را جمع کنیم، این خیلی علمی کم است نسبت علم الله سبحانه و تعالی. بنابراین در صحیح بخاری آمده است که یک گنجشک که به یک طرف کشتی آمده میشیند. وقتی که حضرت موسی علیه السلام همراهی حضرت خضر سفر داشتند، یک گنجشک آمده چند نول از بحر آب می نوشد و حضرت خضر علیه السلام میگویند که علم من و تو ای موسی علیه السلام، از علم الله تعالی همین چقدره که گنجشک از آب بحر کم کرد، همین قدر. او بحر ساحل ندارد، دیده نمیشه اون طرفش. اون تمام اقیانوس های و تمام بحرهای زمین بینید، از 3 قسم زمین عبارت از آب است و این آبها چندین کیلومتر در زیر زمین هم. خیلی مخلوق عظیم است. با وجود این زمین یک مخلوق کوچک است در پیش آفتاب. مثلا آفتاب در پیش یک ستاره که در نظر ما اون ستاره به مانند یک نقطه میتواند، حتی از یکی از ستاره ها 11 بیلیون و 700 تریلیارد و چندین میلیارد مراتبه آفتاب از یک ستاره خورد است. زمین عموما در پیش این ستاره ها چیزی نیست و همه این مخلوقات در پیش آسمان هیچ چیزی نیست. آسمان دنیا با وجود این قدر عظمتش که ما یک قسمش میبینیم و در یک قسمی که ما میبینیم آفتاب میبینیم چه خیلی معیده هست در پیشگاه آسمان. این آسمان بزرگ در پیش الله، آسمان دویم، همین قدر یک مراتبه دیگه خورد است. همین گونه همه این 7 قبض آسمان ها، بین اینها مسافه ما بین زمین و آسمان است و هر آسمان از آسمان پایانی کلان و بزرگ است و همین 7 قبض آسمان با تمام مخلوقات و موجوداتش در پیش کرسی مانند یک انگشترین در صحرا هست و تمام کرسی و تمام 7 قبض آسمان، تمام موجودات در ضمنش جنت و دوزخ هم هست، در پیش عرش مانندی یک انگشترین در یک صحرای بیابانی کلان است. و الله تعالی خالق تمام مخلوق ها هست و الله تعالی ذات عظیم هست، ذات بزرگ است. این روح یعنی علمی الله تعالی تمام چیز را احاطه کرده است. واقعا این علمی که در دنیا هست، هم علم دین هم علم دنیا، خیلی علمی کم است. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، شما از علم یک کمی آن را داده شده. خلاصه اصل مسئله روح علم غیب است. لیکن حضرت شمس الدین
ابن القیم جوزیه یک کتاب دارم با نام روح، 2 جلد است. خیلی مسئله های زیادی را اونجا جمع آوری کردن، برای اینکه مسئله که هر کی به اجتهاد خودش از آیت یا از حدیث استنباط کرده یا چی گفته است، همین سخنها را مابین صحیح و ضعیف در این 2 کتابشون جمع آوری کردن. در بعضی صحیفه هاش میگن که بله، یعنی وقتی که انسان از دنیا وفات میکند با شخصیت هایی که در پیشتر وفات کرده بودن با آنها وا میخورد روح آنها. چون در بعضی جاهایش آمده است که وقتی که یک آدمی نو میرد به قبرستان، اهل قبور از وی میپرسیدند اهل خانواده ما چه خیر، فرزندای ما چه خیر، خبرهای زنده ها را می آورد است. به هر حال علم غیب است.